حیات و فعالیت میلدرد هریس کوک، بیوخیمیک و بیوفیزیکی مشهور آمریکایی. میلدرد سال 1913 در نیویورک تولد شد. در محیط مهاجران یهودی به وای رسید و از کودکی شوق عمیق به علم داشت. سال 1931 دانشگاه هانتر را با اعلاترین نتیجه ها ختم کرد و بعداً در دانشگاه کلمبیا دکتر علم گردید. کار او در لابراتوری کارل و گرتی کاری گیرندگان جایزه نوبل آغاز شد که در آنجا میلدرد برای اولین بار ایزوتوپ های استوار اکسیژن و هیدروژن را برای تحقیق ریاکسیه های فرمنتی استفاده برد. این تکنیک که امروز یک اصول مهم در بیوخیمی است، آن زمان نوآوری بزرگ به حساب می رفت. میلدرد خان با فهمیدن مکانیزم های فرمنت های میتوخندریالی به مثل ستار، خرم، اکسیدازا، گلیکولیز و گردش کسلات لیمو، سیکل کربس، تشکل و تقسیمات انرژی حجره ها توسط عاطفه سهمی بزرگ گذاشت. در زمانی که بسیار زنان به علم راه نداشتند، میلدرد یکی از اولین ها بود که در دانشگاه پنسیلوانیا به عنوان پروفسور پروقت فعالیت کرد. وی سرمقرر مجله جورنال آف بیولوژیکال کمیستری شد، مقامی را که کم کسی به زنان میدادند. عضو اکادمیای ملی علمها، قبول کننده جایزه مهم از جمله جایزه روزالیند فرانکلین، جایزه ولچ و جایزه پرزیدنتی علمی EMA. تا سن 90 سالگی در علم فعال ماند. میلدرد خان زنی دانشمند بود که با خاموشی و استواری راه ها برای تحقیق موثر فرمنت ها، انرژی حجروی و مکانیزم های متابولیکی باز کرد. میراث او امروز در تحقیقات طب، بیوخیمیا و بیوتکنولوژی جاویدانه باقی مانده است.